أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. و هرگز گمان مبر آن کسانی را که در جهاد کشته شده اند که آنها مرده اند، بلکه زندگان اند نزد خدای خود روزی میخورند. مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زین. قتال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی. مگو عهدی جوانیست. آری برادرم، امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است، همان گونه که دیگر عبادت ها بر تو فرض عین است. جوانی خاک گردد ریاضو، زیرا با جز قتال هر حل که پیشکش می شود یا ناشی از نفاق است و یا جبن و بزدلی. و یکی از لازمه های لاینفک قتال شهادت است، زیرا هستند کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می شوند، اما ای برادرم اینها شهدااند، شهدا در راه خدا، کشتگان عزیز و ارجمند، کشتگان گرامی و پاکیزه. میرویم در راه الله، میسپورم جانی خود را تا رازی. آنانی که در راه خدا به قتل میرسند مردگان نیستند، آنها زندگانند، پس شایسته نیست آنها را مردگان نامید. آنها کسانی اند که در راه خدا به قتل میرسند. آری، تنها در راه خدا. بمرگی من مگو عهدی جوانیست. یا این که آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم، و یا این که عزیزان از این بستره خاکی به سوی سایه های نعمت های پروردگار ما در بهشت برین بشتابیم. زی اقبالم که خوش حرف نشانی. این از جهاد و در آن شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است. زی اقبالم که خوش حرف نشانی، که خوش گفتان حکیمی شب جانا، حکم بینگه در آن شیرین بیانی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. برادران، اشغالگران صلیبی به رهبری آمریکا این خطه اسلامی را در اشغال دارند و نظام پوشالی و فرسوده ای را در کابل اشغالی نصب کرده اند و اشغالگران جهت گسترش دایره نفوذ نظام مرتد و مزدور کابل بذل مساعی می نمایند تا نظام را از این تنگنا به فراخنای نقل دهند و پروژه های استکباری خیش را در این سرزمین به تحقق برسانند. بزرگترین مانعی که فعالیت های استکباریشان را فلج می نماید و از دایره نفوذ نظام فاسد و مرتد کابل روزانه می کاهد همانا جهاد مسلحانه است. قتال در راه خدا این یگانه حربه است که دشمنان اسلام را در این دیار قلقم می نماید
و نقشه‌های شومشان را نقش برآب می‌کند. دشمنان با توسل به هر وسیله‌ای می‌خواهند ذهنیت جهادی را در اذهان ملت مسلمان ما مغشوش سازند، اما نمی‌شود که حق را پوشانید و آن را در بستر زمان خفه نمود. جهاد مسلحانه دایره‌اش روزانه پهن‌تر می‌گردد و فرزندان سلحشور اسلام جبهات قتال و رویارویی مسلحانه را داغ‌تر می‌نمایند، زیرا آنها با الهام از قرآن و سنت قتال را ضرورت حتمی و عینی می‌دانند. اشغال دیار اسلامی نجاست است که با جز جنگ و قتال نمی‌توان آن را زدود. برادران، فقهای اسلام بر این اتفاق دارند که اگر کشور از دیار اسلام به اشغال کافران در می آید، جهاد بر سرنشینان آن فرض عین می گردد و اگر آنها یعنی سرنشینان آن کشور از جنگ با آنها عاجز بودند، دایره فرضیت پهن‌تر می گردد تا اینکه همه امت اسلامی را شامل می گردد. برادران، فقها بر این نیز اتفاق دارند که این قتال را جنگ و جهاد دفع می نامند و آن را از واجبترین وجایب بعد از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم و روز آخرت می دانند. آره، این از فیصله اسلام در افغانستان و سایر کشورهای اشغال شده اسلامی. قتال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی و این یک وجیبه عینی است که نمیتوان از آن فرار کرد و عبادت نفلی نیست که در انجام دادن آن بنده را اختیار است. آره برادرم، امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است، همان گونه که دیگر عبادتها بر تو فرض عین است و در برپایی آن نمیتوانی تفره روی و یا بهانه‌ای را بتراشی. امروز آتشی را که اشغالگران سفاک و بی آزرم اسلام در کشورت افروخته‌اند و شعله‌های آن را هزار جا میتوانی بنگری، بر توست که جهت خاموش ساختن آن کمر همت ببندی و با شجاعت و رادمردی به میدان کارزار داخل شوی و با صلیبی‌های کافر و جیران مرترشان پنجه نرم نمایی و با جز رب آسمان‌ها و زمین از کسی دیگر خوف نداشته باشی و با جز بر او به کسی دیگر توکل ننمایی، زیرا او تو را کافی است. و با یاوه‌سرایی‌های کسانی که سازش، ذلت و فرومایگی را تحت عنوان مصلحت به نام دیگری مسمی می‌کنند گوش فرا ندهی، زیرا با جز قتال هر حل که پیشکش می شود یا ناشی از نفاق است و یا جبن و بزدلی و این دو چیزی است برادرم که فرهنگ مومنان رادمرد و مجاهد با آن آشنا نیست. برادرم، شاید سوال کنی که احتمال کشته شدن در قتال و جهاد مسلحانه بعید نیست. آره، اما آیا می‌دانی کسی که در راه خداوند کشته می شود او را چه اجر و پاداشی است؟ در راه برچیدن بساط اشغال و فساد فرومایگان و برپایی خلافت اسلامی و به احتزاز در آوردن در رفش لا اله الا الله و محمد رسول الله. پس ای برادرم، بعد از این مقدمه مختصر اندکی صبر کن و به من گوش فرادی تا از شهادت در راه خدا و مقام والای شهید و منازل عالیه شهدا در بهشت برین و جایگاه و منزلت کشته شدگان در راه خدا با تو صحبت کنم. شاید این سخن من و تو و سایران را تشویق نماید تا از این تنگنای زندان خیشتن را برهانیم و جهت نبرد علیه دشمنان صلیبی آماده شویم و دلیرمندانه وارد میدانهای کارزار شویم و با شمشیر بران بر فرق کینه توزان صلیبی به کوبیدن بگیریم و با جز آسمان به جای دیگر خیره نشویم، یا اینکه آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم و یا اینکه عزیزان از این بستره خاکی به سوی سایه های نعمت های پروردگار ما در بهشت برین بشتابیم. برادرم، مبارزه مسلحانه برای پیروزی کامل حق بر باطل، تحقق عدل و نیکی و پایان بخشیدن به فتنه و شر امر محتوم و قطعی است و بدون توسل به آن امکان رسیدن به هدف میسر نبوده و نمیتوان طریق را سوراخ کرد که هم بر پای اسلام را ممکن سازد و هم خطر تصادم محتوم میان جندالله و جنود و شیاطین را منتفی گرداند. نظریه عدم حتمیت قتال یک تصور واهی است که محرکات این پندار بی بنیاد را نفاق، جبن و بزدلی تشکیل می‌دهد. و یکی از لازمه های لاینفک قتال شهادت است، زیرا هستند کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می شوند، اما ای برادرم اینها شهدااند،
شهدا در راه خدا، کشتگان عزیز و ارجمند، کشتگان گرامی و پاکیزه. پس کسانی که در راه خدا برا می‌افتند، روانهایشان را در کارزار حق قربان می‌کنند، در حقیقت آنها را قلب‌های است نهایت گرانمایه و روانهای است نهایت فرخنده و نفسهای است نهایت پاکیزه. خداوند می‌فرماید: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. یعنی کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مگویید، بلکه آنان زنده اند ولیکن شما نمیفهمید. آره، آنانی که در راه خدا به قتل میرسند مردگان نیستند، آنها زندگانند. پس شایسته نیست آنها را مردگان نامید و نباید در شعور ما مردگان به شما رایند و نمیزیبد که در زبان هنگام نطق با آنها مردگان گفته شود. آنها به گواهی پروردگار زنده اند، پس بایست زنده باشند. آنها در ظاهر چنانچه مشاهده می شود کشته شدند، اما حقیقت مرگ و زندگی را این ظاهر نگری سطحی تعیین نمی نماید. بیگمان که اولین ویژگی زندگی این است که در آن فاعلیت، رشد و گسترش باشد، اما نخستین ویژگی مرگ، سلبیت، رکود و انقطاع است. و آنانی که در راه خدا به قتل میرسند، فعالیت آنها در پیروزی حق که به خاطر آن کشته شدن فعالیتی است مؤثر و فکری که به خاطر آن به قتل رسیدند و در این بستره خاکی در حال گسترش است. و پس از کشته شدنشان اثرپذیری دیگران از آنها نیرو یافته و امتداد می‌یابد. پس آنها پیوسته عنصر فعال و انگیزه مؤثر در ساختار زندگی و راهنمودی آنند و این نخستین ویژگی زندگی است و بدین اساس آنها در دنیای انسانها زندگانند. اما آن شهدای زنده کیها اند؟ آنها کسانی اند که در راه خدا به قتل میرسند. آره، تنها در راه خدا، دور از هدف و غایت غیر از خدا، در راه دینی که آن را برگزیده است، تنها و تنها در این راه، نه در راه دیگری و نه تحت شعار دیگری و نه با شریک نمودن شعار دیگری. پس آنها ان شهدا و آنها را تنها و تنها جهاد در راه خدا، ایمان به او و تصدیق به رسولان او بیرون می کند. این از جهاد و در آن شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است. خداوند می فرماید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی کسان را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید، بلکه آنها در نزد پروردگار خویش زنده اند و روزی داده می شوند و از آنچه که خداوند آنها را از فضل خود عطا کرده شادانند و به آنانی که در عقب به آنها نپیوسته اند بشارت می دهند که بر آنها هیچ ترسی نیست و نه آنها اندوهناک می شوند. بنگر ای برادرم که خداوند مؤمنان را چگونه تشویق می نماید تا به آغوش باز و قلبهای مالامال و سرشار از ایمان به استقبال شهادت و تن ندادن به زبونی و ذلت بشتابند و هرگاه آنان مجاهدانه به شهادت برسند بزرگترین پاداش را در بدل این زندگی دنیوی دریافت می‌کنند. خداوند می‌فرماید: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یعنی خداوند مالها و نفسهای مؤمنان را خریداری نموده بر این که به ایشان بهشت است. آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حق است که خداوند در تورات، انجیل و قرآن نموده و کیست وفا کننده تر به عهدش از خداوند؟ پس به بیعی که با آن داد و ستود کردید شادمانی کنید و آن همانا پیروزی بسا بزرگ است. برادرم، به این آیت مبارکه خیره شو و اندکی درنگ نما. بنگر این وعده راستین پروردگار توست که اگر به سوی نبرد بشتابی و در میدان کارزار مخلصانه شمشیر برداری و بیباکانه بر دشمن اشغالگر سفاک و اجیران مرتدش یورش ببری، اگر بکشی و کشته شوی تو را بهشت است و در آنجا تو را پایندگی و جاویدانگی است. حالا شمه از احادیث نبوی را به زمزمه میگیریم.
تا از مقام والا و خجسته شهدا خیش را آگاه سازیم و غبار ذلت و فرومایگی را از خود زدوده و تاج آزادگی را بر سر گذاشته و با جز بندگی رب آسمان ها و زمین به همه بندگی ها کفر ورزیم و این اعلان کفر به خدایان ساختگی را در جولانگاه قتال به نمایش بگذاریم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست او است، هیچگاه کسی در راه خدا زخمی نمی شود در حالی که خداوند خوبتر می فهمد آن که در راه وی زخمی می شود و زخمی در روز قیامت در حال حشر می شود که خون جراحتش رنگ خون داشته اما بوی آن بوی مشک است. امام بخاری حضرت انس رضی الله عنه روایت می کند که گفت: کاکای من انس ابن نضر در صحنه جنگ بدر نبود و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من از نخستین جنگی که با کفار نمودید غایب ماندم و اگر خداوند مرا در جنگ با کفار حاضر دارد خواهد دید چی خواهم کرد. وقتی روز احد فرا رسید و مسلمانان پراگنده شدند، او گفت: خدایا از این عمل اینها یاران وی می نماید در پیشگاهت عذر می طلبم و از آنچه که آنان کفار می دارند بیزاری. و بعداً پیشروی کرده و در راه به سعد ابن معاذ برخورد نموده و گفت: ای سعد، بوی جنت و رسیدن به سوی خدای نظر را از سوی احد می بینم. سعد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ندانستم بعداً چی کرد. انس می گوید او را در حال یافتم که در جسدش 80 و چند ضربه شمشیر، نیزه و تیر بود و کسی جز خواهر او که او را از انگشتانش شناخت هیچ کسی نتوانست او را بشناسد. انس میگوید که به گمان من این آیه درباره وی و کسان چون او از شهدای نازل گردیده است: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. امام بخاری در کتابش از ام حارثه بنت سراقه روایت می دارد که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده و گفت: ای پیامبر خدا، مرا از حال حارثه آگاه می داری؟ حارثه در اثر اصابت تیر نامعلومی در روز جنگ بدر به شهادت رسیده بود. هرگاه در جنت صبر پیشه گیرم و اگر غیر از این است به شدت ناصبری و گریه نمایم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ام حارثه، او در جنت است و برای پسرت فردوس اعلی رسیده است. آره برادرم، چگونه با یاد جنت غمها و مصائب فراموش می شد و آنان را بر تکالیف شکیبه و مشقات صابر می نمود. نسائی در کتابش از حضرت ابی امیره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: کشته شدن در راه خدا را از این که همه اهل شهرها و روستاها تابع و فرمانبردار من باشند بیشتر دوست دارم. ترمذی، نسائی و دارمی حضرت ابو هریره روایت می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: شهید از کشته شدن جز به اندازه آنچه شما از فشار 2 انگشت احساس می نمایید احساس نمی نماید. ابو داود از عبدالخیر ابن ثابت ابن قیس ابن شماس به نقل از پدر و جد او روایت می دارد که گفت: زنی که ام خلات نام داشت نقاب زده نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از پسر خود که در راه خدا شهید شده بود پرسان نمود. برخی از صحابه گفتند: خود را اینقدر پوشانده‌ای و آمدی از پسر خود پرسان میکنی؟ وی گفت: اگر پسرم را از دست داده ام و قارم را از دست نداده ام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای آن فرمود: پاداش و اجر 2 شهید برای پسرت است. زن گفت: چرا؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: چون او را اهل کتاب کشته است. در این حدیث اشاره به وجوب جنگ با اهل کتاب شده، اینکه هر کی با آنان بجنگد مزد چند برابر را خداوند برایش میدهد. برادرم، چه چیز تو را مانع می شود که خود را از این نعمت‌های الهی محروم می‌کنی و در کنج ذلت خمیده‌ای؟ آیا اشغال کشورت کافی نیست که تو را وادارد تا شمشیرت را از نیام برکشی و به سوی میدان نبرد بشتابی؟ آیا به ذلت و پستی تن می‌دهی و در زیر چتر نظام فرسوده و مرتد کابل حیات به سر میبری؟ آیا از نقشه‌ها و دسایس شوم صلیبی‌ها و سردمداری امریکای مجرم جاهلی؟ آیا از زندان‌های بگرام و قندهار بیخبری که در آنجا با برادران و خواهران چی صورت میگیرد؟ آیا جهتی به فساد کشانیدن قشر جوان ما از فاحشه‌خانه‌ای که در شهرها برپا کرده ان ناآگاهی؟ آیا از این که نصاب تعلیمیت را از بنیاد تغییر دادن تا نسل جدید افغانی یک نسل بی‌پروا و لادین به بار آید در غفلتی؟
آیا از این که نظریات منافی با اساسات اسلام را از بلندگوها و رسانه‌های خبری همچون دموکراسی و غیره در ملت تزریق می‌نمایند بیخبری؟ اگر از اینها بیخبری، پس باید بدانی که این شمه از اهداف شوم و دشمنان صلیبی در افغانستان است. تبدیلی افغانستان به کشور چون ترکیه یا به تعبیر دیگر حاکم ساختن اسلام آمریکایی، یعنی اسلام را که آمریکایی ها میپسندند، بلکه از این بیشتر، چنانچه یکی از مقامات مسئول آمریکایی در هنگام حمله آمریکا بر افغانستان خاطر نشان ساخت افغانستان را به اسرائیل دوم در منطقه تبدیل می نماییم. تا جهت سرکوب جنبش‌های اسلامی کابل همان نقش تل ابیب را بازی نماید. آری کابل آیا می شود به تل ابیب تبدیل شود؟ آری، اگر من و تو به بهانه‌های مختلف و با شعارهای رنگارنگ از جهاد فرار نماییم و ذلت را به سرفرازی ترجیح دهیم. پس برادرم برخیز و یک بار دیگر این سرزمین را با آتش تبدیل نما و حماسه نیاکان مومنت را که دیروز اساکر انگلیسی را در شعارهای ابریشم تارمار کردند و با جز دکتر برایدن که جراحت برداشته بود همگی به کام مرگ فرو رفتند. آری، این حماسه را یک بار دیگر احیا کن و برای اشغالگر تفهیم کن که ما پرندگان بال شکسته نیستیم که به ذلت کشانیده شویم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان کسانی اند که راست کردند عهد و پیمانی را که با خدا بسته بودند. پس از آنها کسی پابند به عهد ماند و عملی کرد، یعنی شهید شد، و کسان دیگر به انتظار به سر میبرند و عهد و پیمان خود را بدل نکردند. ذی فراقت ای برادر دیدی ناقرار دارم، زی دو دید خون فشانم جگری فگار دارم. زی فراقت ای برادر دیدی ناقرار دارم، زی دو دید خون فشانم جگری فگار دارم. بو برای سبا پیامم به جوانی پاک دینک، به شهادتت ببالم به تو افتخار دارم. بو برای سبا پیامم به جوانی پاک دینک، به شهادتت ببالم به تو افتخار دارم. به شهید کربلایم زمانی حزین سلامم برسا که از فراقش دلی داغدار دارم. به شهید کربلایم زمانی حزین سلامم برسا که از فراقش دلی داغدار دارم. چی خوشا به نوجوانم زی شریف دودمانه کی صلاحش اسودانم کرم شعار دارم. چی خوشا به نوجوانم زی شریف دودمانه کی سلاحش اسودانم کرم شعار دارم. سخنی گذاف نبود کی بسوخ استخوانم، چو شرار درد هجران زی فراق یار دارم. سخنی گذاف نبود کی بسوخ استخوانم، چو
هجران درد هجران ز فراق یار دارم ز فراق گر بنالم به ملامتم مگیره شررم از آن نماید که به دل شرار دارم ز فراق گر بنالم به ملامتم مگیره شررم از آن نماید که به دل شرار دارم بیروی برادری من به خدات می سپارم بیروی برادری من به خدات می سپارم که برادران در این ره همه جان سپار دارم اگرت برادرم من به شهادتت ننالم جزی مرگ فرشیدی با به خدا که عار دارم اگرت برادری من به شهادتت ننالم جزی مرگ فرشیدی با به خدا که عار دارم ز فراقت ای برادر دلی ناقرار دارم ز دو دیده خون فشانم جگری فگار دارم ز فراقت ای برادر دلی ناقرار دارم ز دو دیده خون فشانم جگری فگار دارم